سلام سلام، امیدوارم خوب باشید. به روز اول سفر نوروزی ما خوش اومدین. مسیر ما از اصفهان به سمت خوزستانه که قرار چند تا از شهرهای خوزستان رو توی این چند روز سفر کنیم. نیت کردیم که خوزستان رو با زراس و تنگ قاسمی شروع کنیم و این طبیعت زیبا و بکری که میبینید طبیعت زراسه. و بعد از زراس تصمیم بر این شد که بریم به سمت تنگ قاسمی، اما خب اینقدر شلوغ بود اونجا و باید توی صف قایق میایستادی که تصمیم رو عوض کردیم و زدیم به یه بیراهه و واقعا هم زیبا بود و کلی عکس و فیلم گرفتیم. بعد از اونجا هم حرکت کردیم به سمت اهواز و خونه مامان بزرگم. اهوازم توی این فصل شهر گلای کاغذیه و روز اول با یه بستنی قدس ملاسانی به پایان رسوندیم. اگه دوست داشتید خوزستان رو بیشتر ببینید منو سابسکرایب کنید، چون قراره فردا بریم سمت تالاب شادگان و آبادان. میبینمتون. خدافظ.